چیز من شما میپرسم فقط بین ما و خود شما باشه، دیگه کس خبر نمیشه. این خیلی از دکتر هست که با آسانی با آدم سلام نمیتن. تشکر هموطنان عزیز، اینم بس زور گرفتم هموطنان عزیز. خود شما باشه دیگه کس خبر نمیشه. این با مسئله وطنی ما جمع نمیگیرن، کار خوب نیست. صحیح. من خوشحال هستم که امروز این جمع از این قروت با خود میبرم. سلام عرض ادب خدمت هموطنان عزیز، امیدوار هستم هر گوشه از دنیا هستین صحتمند و سلامت باشین. خداوند سپاسگزار هستم که باز هم بطل رحیمی با یک از گزارش های خود از طریق چینل یوتیوب گلوتو در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم. هموطنان عزیز، ما امروز آمدیم در بادام باغ. اینجا یک از بزرگترین نمایشگاهی است که در زمان حکومت امارت اسلامی برای بانوان برگزار میشه. این قسمت های مختلف داره که فعلا ما در قسمت دستدوزی یا صنایع دستی خانم ها قرار داریم. در ادامه گزارش با ما باشید. هموطنان عزیز، ما میریم اینجا با یک از خانمای که در نمایشگاه شرکت کردن گفتگوی می داشته باشیم. سلام خاله جان، خوب هستید؟ سلام، خیلی خوش آمدید، بخیر باشید. تشکر، زنده باشین. میشه در آغاز یک معرفی کوتاه داشته باشین؟ نام میرزایی هستم، رئیس شرکت زنان پیشگام. تعداد 200 خانم بیوزاد بی سرپرست خدمت کار مونه. از 2000 افغانی شروع کردیم. حالا خدا رو شکر یک شغل کاری، یک لغمنان حلال برای خانم‌ها هستن کار می‌کنن. خب چند مدت میشه که شما شغل پیش میبرین؟ من 13 سال شده، من نوشته است در کار من 13 سال شده. از خیلی سرمایه کم شروع کردم دیگه. حالا خانم‌ها اینطور مایوس نشده که کار است. خدا رو شکر در خانه کار می‌کنیم. در فروش نمایشگاه هم خوشحالم که نمایشگاه به خیر آغاز شد. دیگه کار می‌کنیم. خانم‌ها قدمت تعداد زیاد خانم‌ها کار می‌کنن. خانم‌های بی‌وزاده، بی سرپرست، خانم‌های معلولین. اسمی که همه ما اینجا می‌بینیم از فرهنگ‌های متفاوت هست. لباسایی که دوخته شده، میشه خود شما بگوین که مثلا از کدام لباسای فرهنگی کدام اقوام است؟ نه دیگه کوشش منم که مردم از لباسهای فرهنگی خود ما و شما استفاده کنه. از هندی نخره، از ترکی نخره. از لباسهای خود ما، انانات خود ما، افتخار خود ما است که امیر خانم‌ها دست پنجه نرم منه جور منه باید اینا را ارزش قائل شه دیگه. از اینا بخره. گند افغانی خنجر دوزی داریم، جرمه دوزی داریم، موره دوزی داریم، جوک دوزی داریم، جالی دوزی داریم دیگه. از اینا باید مردم امنیت چره بدن، امیر دست کم نگره بخره دیگه. تقاضای از ما از رسانه ها و از تلویزیون ها می است که خانم‌ها نیم پیکر جامعه است، باید خانم‌ها حمایت شه. تنظیم 13-14 سال که زحمت کشته یک بزنس جور کرده، اینا از بین نره، کلا رشد کنه، حمایت کنه. اینا ما در هر چیز مشکلات ها داریم. مشکل که حمایتگر نداریم، باید مو یک انجو، یک مؤسسات پیدا شد، دونرها پیدا شد از طریق شما اعلانات که خانم‌ها باید کار کنه. اینا رو جور کردم که بفروشم دیگه. بر فروشی خانم‌ها این مال چمدرای پول از این ناسته که ما بفروشم و مجری خانم‌ها بدم.
خب برای من کدام تایش توفه نمیدین؟ نه تو مرکراشی شما خوش میده به شما این خیلی مقبوله. این میرم شما چی هست؟ لباس بهاری هم است، محفلی هم است، دیگه هر کدامش خوش کدوم تفهمیده میره خیلی خوش می‌نم کسایی که در رسانه ها هستن. خب این لباس فرهنگی کدام قوم هستین؟ قوم چی است ای؟ ازبکی جور کردن. ازبکی؟ بله. خیلی خوشحال هستم امروز یک فایده هم کردم از برگزاری از این نمایش. دوستان و هموطنان عزیز، لباس را که شما در تصویر می‌بینید خاله جان به من تحفه داده. خب خاله جان خیلی ممنون، امیدوار هستم که همیشه در تمام عرصه‌های زندگی موفق باشید. همچنان بخیر باشید. تشکر دیگه. شما هم کوشش کنید که می صدای از مورد مقام بالا برسانید که خانم‌ها بیکار نمونن، نیم پیکر جامعه است، باید کار کنه، قد مردا همکار باشد، کشور ما از بین نره، آباد شه ان شاء الله. خب چه خواست دارین از حکومت؟ خواست از من میسته که می قد خانم‌ها دونرا و مسئولیت زیاد آمده دیگه، اینا را باید اهل کار در کار بسپاره. خانمایی که بیچاره شب روز زحمت میکشه اونها که حمایت شه دیگه، مسئولیت می پروژه بر خانم‌ها در دسترس از قرار بگیره دیگه. نیست. تشکر جان، سپاس، موفق باشید. خواهشمون بخیر باشید. هموطنان عزیز، من من حیث یک دختر افغان خیلی خوشحال هستم که امروز در کنار خود بانوان خود داریم که با شرایط کنونی دوباره حضورشان در جامعه حس میشه و من از حکومت امارات اسلامی خیلی سپاسگزار هستم. من فعلا میرم سر میزنم به نمایشگاه های دیگه، غرفه های دیگه. نگفتن اما هموطنان عزیز، این لباس را که ما پوشیدیم همی خیاطه که ایره دختر اینجا است. میریم یک بار همراهشان یک گفتگوی می داشته باشیم. هموطنان عزیز، خواهر ما است که امی لباس مرا دوخته که من امروز تصمیم گرفتم که در نمایشگاه اینا امی لباسشان بپوشم و برای هموطنان ما به نمایش بگذارم. میشه در آغاز خود یک معرفی کوتاه داشته باشین؟ درست است. سلام، وجهه کریمی هستم، مالک عطر سامان. خب چند مدت میشه که شما کار خیاطی رو شروع کردین؟ کار خیاطی را من مدت 3 سال میشد که کار میکردم، اما قبلا در خانه کار میکردم، اما مدت تقریبا 1 سال میشه که من کارم رسمی آغاز کردم، جواز گرفتم و دکان جور کردم برای خودم. خب در شرایط امروزه چطور است کاروبار؟ کاروبار در کل بازار کمرنگ است فعلا. خب این نمونه لباس هایی را که شما اینجا دوختین برای فروش هم است؟ بله، اینا فروشی است. خب از این لباس هایی که شما ساختین مدل هاشون خودتان طرح کردین یا نه؟ بله، خودم طرح کردیم. از این مدل هایی که ساختین کدام مدلش از زیادتر خوش دارین؟ که جور کردیم، خب کلش طرح کردیم، کلش خوش دارم. خب نه یکیش که خوش دارین؟ یکیش که خوش دارم دیگه چپن رو خوش دارم. خب بچه خاطر چپن سیاه خوش دارین؟ اما دیزاینش خوشم، آینه کاری شده، خودم طرح کرده میشه، اما زیادتر خوشم. خیام رو بر من توفه میدی؟ اندازه شما نیست دیگه، نیست صدقه سرتان. باش من ببینم آل بهانه آورد که چی است، اندازه شما نیست، من ببینم که کدامش اندازه من است که من رو بگیرم. خانه دیگه. خب کدام مدل ها هست اینجا؟ این مدل های که ساخته شده کدام مدل ها هست؟ اسمایشان چی هست اینا ساخته شده؟ دیزاین های ما کلش لباس ها وطنی دیزاین میکنیم دیگه. هزارگی هم شامل میشه که اینا هزارگی گفته میشه و چپن از در بیرون تاجیکی است. در کل لباس های افغانی است از ما. خیلی خوب شد، باش من برم چپن تاجیکی رو ببینم، امو رو بگیرم به نظرم. گرچه شما توفه نمیتین، خب من به زور میگیرم. هموطنان عزیز، قسمی که در تصویر میبینین این امو چپن چی تاجیکی است که ساخته شده و این هم مدل هزارگی است. یا مدل هزارگی است. اینجا مدل های خیلی قشنگ از لباس ها است که اینجا ساخته شده. باش که آل خوب برای من توفه ندادن. مردگم خب چی است؟ از این که دوباره حضورتان در اجتماع حس میشه و دوباره برای شما اجازه برگزاری این نمایشگاه داده شد، چه حس داره؟ خوشحال هستیم که حضور زنها را میبینیم، ما خوش میشیم. خب خواستتان از حکومت چی است؟ خواست ما از حکومتی است که ما خانم ها را حمایت کند تا بیشتر رشد کنیم. خب تشکر و جهان سپاس، انشالله موفق باشین. یک غرفه دیگه ای را پیدا کردیم که خیلی
صنایع دستی خیلی قشنگ داره. میخوام امروزشان گفتگوی داشته باشم. سلام خواهر جان، خوب هستین؟ علیک السلام، خوش آمدین. خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. میشه در آغاز یک معرفی کوتاه داشته باشین؟ بله، اسم من فاطمه ناصری است، یک تن از اشتراک کننده این نمایشگاه. خب خوشحال شدم از آشنایی با شما. خب شما در اینجا چی چیزا را به نمایش گذاشتین؟ ما که در اینجا محصولاتی که آوردیم از قبیل دو بخش داریم، یکی بافندگی و یکی بخش صنایع دستی و کلالی. دیگه هر دو بخش پیش میبریم، هم کلالی هم بافندگی. خب اینا را کلش خودتان ساختین؟ بله، خود ما همراه خانمایی که همراه ما کار میکنن ساختیم. خب در اصل شما چه رشته‌ای را تحصیل کردین؟ ما فقط فارغ 12 هستیم. خب پس اینا را، هنری را از کجا یاد گرفتین؟ هنر ساختن اینا را در افغانستان چه او تو خانه میره پیدا نمیدانین که یک هنری نداشته باشه. و ما همینطور در بین خانه فامیل می هنر داشتیم، خواستیم میره رونق بدیم، پیشرفت بدیم، باز به می کار شروع کردیم. خب کدامشان خودتان ساختین؟ تمام از این اجناس را که میبینین تمامیش. خب شما گفتین که همکارای بخش و ناستگام دارین. بله. چیزی را که خودتان ساخته باشین کدامش است؟ هموطنان عزیز، این یک کوزه خیلی قشنگ است. روی ازی چه اسمی را بگذاریم؟ این کوزه افغانی است. به خاطر شبای عروسی، شب خینه زیادتر مشتریای ما استفاده میکنن. هم به هر دیزاینش داریم با اون خاطر. خب خیر است، باز در عروسی خودم بخیر از شما از این میگیرم. خوردهش باز در چی استفاده میشه؟ قلمدانی به سر میز هم میشه، قلم بانی هم میشه، گلبانی. خب اینا برای فروش هم است؟ بله، تمام. من اینیگه که زیاد خوش کرده، قشنگ است. اینا قیمتش چند است؟ قیمت از اینا 300. دامه چند مفروشی یا نه؟ مرا متعدیم میتی. فدای سرت، مال خودتان است. تشکر، زنده باشین. خب میشه که کمی در مورد زندگی شخصی خود شما بگوین؟ من که هستم مکملا یک نانآور فامیل خودم هستم. مادر، خواهر، همگی مسئولیتش با است. دیگه از همین طریق امار معاش میکنیم. خب برادر کلان ندارین؟ متاسفانه برادر من خرد است و او مسئله است. خب خیر است، تشویش نکن، من اولاد کلان خانواده هستم. خب پدر شما چی کار میکنه؟ خدا رحمتش کنه، اونا فوت کرده. خدا دنیایش خوب کنه. خب چطور است از شغلت؟ خدا را به هر حالش هزار بار شکر. امی که رزق روزی حلال پیدا میکنیم، هزار بار خدا را شکر. خب این را برای ما بگوین و برای هموطنانتان بگوین چه باعث شد که شما به این پیشه رو بیارید؟ خب وقتی که ما از مکتب فارغ شدیم، ایتو هیچ کسی نیست که مثلا به درس ادامه بده. اکثریت فامیلای ما مشکلات خانوادگی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، نمیتونیم پانتونی های خود ادامه بدیم، درس خود ادامه بدیم. با خاطر همین هنره که ما داشتم، از همین طریق ما رو معاش میکنم و باز به می خاطر کار خود شروع کردم. خب چطور است کاروبار؟ او چیزی را که انتظار دارین، او زحمت را که میکشین، بازمو دستمزدتان پر میکنه یا نه؟ بله، خدا را شکر است. نظر به سابق قواعد ما کم شده، اما بازم خدا را شکر به هر حالش. خب خدا را شکر. هموطنان عزیز، خیلی خوشحال هستم که همچین دختر خانم های موفق را ما در کنار خود داریم که زحمت میکشن. و ما اینجا یک چیز خوش کردیم، این گوشواره است. راستی فروشاتتان چطور بوده تا حال را؟ خدا را شکر به هر حالش خوب بوده. از دیروز فکر کنم امروز روز دوم نمایشگاه هست، از دیروز تا به حال را چقدر فروش کردید؟ دقیق دگامارش نمیفهم، خب مقصد خوب است، خدا را شکر، قابل رضایت است. خب خوشحال شدم از آشنایی با شما. از این ندارین که اینی چیش، این مثلا رنگ زردش، رنگ سفیدش باشه، ما بگیرم کم رنگ لباس میشه؟ متاسفانه نه. خب باش، من ببینم که دیگه اگر چیزاش میخوانه نه این یاش است. خب خیلی بخشش باشه، این را باز کردین. اینا قیمتش چند است؟ قیمت از اینا 70 روپیه. 70 روپیه. به من توفه نمیدی؟ نمیتونم، 1000 دفعه. اینا میره شما میگیرم. هموطنان عزیز، من برای خود یک تا گوشوارام گرفتم که خیلی قشنگ بود و میریم سر بزنیم به غرفه های دیگه که من دیگه چی خوشم میایم، میخوایم که گزارشی داشته باشم و هم خریدی داشته باشم. در ادامه گزارش با ما باشین.
خب هموطنان عزیز، قسمت صنایع دستی خانم ها تمام شد و در قسمت از نمایشگاه رسیدیم که اینجا محصولات وطنی است و من میخوایم که اول از اینجا شروع کنم. سلام پدر جان، خوب هستین؟ و علیکم السلام، خوب هستین شما؟ صحت دارین؟ تشکر، زنده باشین. شما در این غرفه خود چی را نمایش میکنید؟ ما خو اینمی زعفران از کمپانی روشن از هرات، نمایندگی کابل خود مسئول هستم. نام محمد اصغر از مردم مشرقی ولسوالی روداد. خب هموطنان عزیز، زعفران هرات یک از بهترین زعفران در سطح جهان است و این میشه در مورد از چی زعفرانتون کم معلومات بدین؟ ها، زعفران خو یک بوته طبیعی است، نه یک بوته خداوندی است. برای تقریبا 73 مرض دواست و یک تولید و محصولات زراعتی مملکت از دیگه صادرات داریم به ممالک خارج. بسیار میتونه نام خاص داره با دنیای بیرونی. و زعفران خو چیزی صحی و طبیعی دیگه برای استرس و برای چی سرطان سینه و برای معده پاک کردن و مثانه شستن و گرده صفایی، برای چی آرامش ذهن و این چیزا کار میتونه. خب در مورد چی؟ در مورد کشت کردن از زعفران بر ما کم معلومات بدین. این خود راست که تقریبا در ماه اقرب از 15 اقربی کشت ازی شروع میشه، با یک سال بعدی با اقربی دیگه این فصل میاره. با سال اول یک جریب زمین ازی تقریبا تا حدود 100 گرم 100 گرم حاصل میته. باز با سال دوم و سوم و الا تا سال هفتم که این باز اکسپایر میشه تخم میکنه، این باز در 2.5 کیلو 3 کیلو حاصل ازی میرسه. خوشبختانه امسال سال بارندگی بود، سال گذشته دیگه همونطور 5-6 تن نسبت به سال گذشته افزودی شده بود با حاصلات زعفران. خب بازار فروشاتش در خارج از کشور گرم یا در خود افغانستان؟ این درست که مردم ما زیاد ناشنا است با می چیزی نو رقم است. اکثر مردم اطراف نشینی چیزی را زیاد آشنایی نداره، معلومات نداره درباره زعفران. زیاد صادرات می کمپانی خود ما به خارج از مملکت است. یکی مردم ما این چیز نظم نیست، که نظم سیستم نباشه. حالی ما تقریبا 15 تن تولید داریم در سال، مگر صادرات ما 50 تن است. 35 تن از ایران و از چین می به نام زعفران افغانستان پس صادر میشه به ممالک خارج. دیگه دی توجه دولت و همکاری مردم هم لازم است که باید دولت هم دی باره یک چیزی با پیشاری کنه و جلوی از زیرا بگیره تا مال از بیرون وارد افغانستان نشه و از افغانستان پس صادر نشه به ممالک خارج به نام محصول افغانستان. خب این صادراتی که در خارج از کشور صورت میگیره، این هموطنان خود ما است که در خارج زندگی میکنه اینا را میخواین، یعنی کلا مردمای دیگه کشور؟ زیاد خارجی مردمی را چی داره، مردمای خود ما هم که با بیرون زندگی دارن و هم استفاده میکنن، مگر هم زیاد استفاده از این خارجی ها میکنن. اروپا میره، امریکا میره، مثلا کانادا میره، هندوستان میره، پاکستان میره، اینمی ممالک خارجی ما صادرات داریم. خب در کدام کشور زیادترین صادرات دارین؟ ما با چی استرالیا داریم نمایندگی، و با امریکا داریم، با شیکاگو، با هندوستان و با پاکستان دیگه نمایندگی داریم. خب امی اندازش چقدر است؟ قیمتش؟ امی 1 گرم است. وزنش 1 گرم است. قیمتش چند است؟ قیمتش 500 روپیه. هموطنان عزیز، من در آخر گزارش میخوایم از زعفرانم بگیرم، به خاطر که برای پلو دم کردنم یک رنگ خوبش میگیره. نه با بسیار چیزا استعمال، با شیر، با اسکریم، با برنج، با سوپ، با عسل، با اینمی چیزا مکس میشه و خورده میشه و اکثر شیرینی با می چیزا استفاده میشه. خب من دیگه رویش نمیفهم مقصد دادم کردن برنج ما استفاده کردیم چون یک رنگ طبیعی قشنگ میاد. بسیار ذائقه خوب داره، بسیار ذائقه خوب است. رنگ خود چی میکنی ذائقه مزه‌دار میاد بسیار. خب موفق باشین پدر جان. خیر ببینید صاحب. تشکر. وقت خود. خب چا مینوشین میتیم. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین، خیر ببینید. هموطنان عزیز، من اینجا آمدم یک غرفه دیگه است که تو دنیای خوردنی است و من بسیار جور هستم که تازه خوردنی ها. سلام برادر، خوب هستین؟ سلام، بخیر باشین. تشکر. میشه در آغاز یک معرفی کوتاه داشته باشین؟ بله. محب الله هستم، مزه تخلص میکنم از مسئول دکتر استرانگفود. خب نامی رو من یاد نگرفتم، نامش چی بود؟ دکتر استرانگفود یا دکتر غذای قوی. خب
خب یعنی دیگه هیچ نان نخوریم، فقط از زمین استفاده کنیم. این یک محصول طبیعی است، از میوه‌های خشک ترکیب شده، از بادام، پسته، کاجو، جلغوزه، عسل، شیر، روغن جواری، مواد بی کمپلکس. به خاطر کسایی که ذهن ضعیف هستند یا جسمن خوار هستند یا هم کمزوری جنسی دارند، زنان ضعیف، کمخون و اطفال سوء تغذیه، یک غذای کاملا طبیعی و یک فرموله امریکایی است. خب این خودتان ساختین؟ خود ما تولید داریم، یک امریکن فرمول است، در ولایت پکتیکا را تولید میکنیم. شما از ولایت پکتیکا اینجا تشریف آوردین؟ بله، از ولایت پکتیکا محصول آوردیم تا اینجا. خب من برای اولین بار است که همچین چیزی را میبینم. کدام نمایندگی در خود کابل دارین یعنی؟ بله، ما در زیادتر ولایت‌های مشهور افغانستان فروشات داریم. در کابل، ننگرهار، غزنی، پکتیکا، کنر، لغمان، کندهار، هلمند و هرات و مزار شریف و فروشات داریم ما. خب در کارخانه ها ساخته میشه؟ بله، فابریکه است، ماشین است، به اساس ماشین کوبیده میشه، هر موادش به اساس گرام است، به اساس فرمول انداخته میشه و بعداً به بازار عرضه میشه. مرا شاگرد میگیرین در کارخانه‌تان؟ حتما اگر شما میل داشتین خواهش میکنم میتونین آماده همراه ما. مقصد اگر مرا شاگرد بگیرین باز جان خوردنی هایتان در خطر است. هیچ مشکل نیست، صدقه شهر شما باش مشکل نیست. خب فروشات چگونه بود از دیروز تا به حال را؟ از دیروز که روز اول هم بود خوب بود فروشات، میشد مردم می آمد ذائقه شام میدید و گرفتن هم. امروز هم مردم زیاد آمدن ذائقه شام دیدن و ما رو تشویق کردن و خوش شدن که رقم ما تولیدات در داخل وطن ما داریم و از مشتریای ما که در شهر کابل است، خصوصا همین ذائقه استرانگ فود یک دفعه چشیدن و نامش شنیدن بیاین از غرفه استرانگ فود حمایت کنن و تشویق ما کنن. خب من خوشحال هستم که همچین جوانان با استعداد در وطن خود داریم که وطن ترک نکردن و هموطنانشان خدمت میکنن. خب قیمت اینا چند است؟ این سه ما پاکت داریم، 200 گرم است 200 افغانی است، 500 گرم به 500 افغانی است و 1000 گرمش به 1000 افغانی است، یعنی هر گرمش به 1 افغانی تمام میشه. خب باش من پسانتر ببینم که کدام همکار ما را خوش داره برای از موشی کم بویش از این بگیرم. خب این هم مربوط شما میشه؟ نه خیر، یک همکار ما است که فعلا بیرون رفته و یا ترشی و آچار و سرکه و مربا و چیزا را در خانه خود تولید میکنه و در بازار نو تولید جور کرده. در یک ماه میشه که همین محصول جور میکنه در خانه و در بازار عرضه میکنه. خب او هم از ولایت پکتیکا آمده یا نه؟ خیر، او در ولایت کابل است و کارشان نو است، تقریبا یک هفته دو هفته یا یک ماه میشه که در خانه جور میکنه و در بازار میفروشن. واره ما همکار ما بود، رفیق ما بود، گفتیم که شما بیاین در نمایشگاه اشتراک کنین و میتونین که محصول خود در بازار عرضه بکنین. خب قیمت های از یا چند است؟ قیمت های از یا مثلا چکنی هستن یا به 80 افغانی هستن و یا سرکه هم 80 افغانی است. مربایشان به قیمتایشان فرق داره، خوردهایشان به 100 افغانی است، بزرگایشان به 180 افغانی است. یک دانه را از طرف ما به شما تحفه است. تشکر هموطنان عزیز، اینم به زور گرفتم هموطنان عزیز. خب در ادامه گزارش با ما باشین. ما امروز خیلی چیزا را به زور گرفتیم. این غرفه ها از ولایات مختلف است که محصولات مختلف از هر گوشه افغانستان در اینجا در نمایش گذاشته شده و قسمی که میبینین این غرفه یک از غرفه هایی است که محصولات ولایت بدخشان زیبای ما را که بام دنیا میگه، اینجا محصولات بام دنیا به نمایش گذاشته شده که من میخوام کاتشان گفتگویی داشته باشم. سلام خاله جان، خوب هستین؟ سلام علیکم، شما خوب هستین؟ خیراتی است؟ روز بخیر. تشکر، زنده باشین. میشه در آغاز یک معرفی کوتاه داشته باشین؟ چرا نیست. من به نام خداوند یک است. من فوزیه امیدی هستم، مسئول شرکت پروسس مواد غذایی زینت افغان. خب چه باعث شدن که شما در این نمایشگاه شرکت کنید؟ ما نمایشگاه خودش بسیار خوب است برای از اینکه شرکت ها را با مردم هم معرفی میسازه، ارتباط میده با مردم هم. دیگه محصولات ما به نمایش گذاشته میشه، در محصولات ما بازاریابی میشه، مارکتینگ میشه، مردم آشنایی پیدا میکنن با محصولات ما. بسیار خوب است نمایشگاه. خب این محصولات را که اینجا شما برای نمایش آوردین کلش تولید خود شماست؟ بله، کلش تولید دست خانماست. خب این برای ما بگوین چه باعث شد که شما به تولید این مواد غذایی رو بیارین؟
ما خو یکی مشکلات خانوادگی اقتصاد خانوادگی می باشه. باز در غیر از او هر کسی که هر هنری داره در وجودش باید از امو هنرش استفاده کنه، هنرش بیرون بکشه، از هنرش استفاده کنه، به خاطر از این هنر پنهان نمانن. خب چند مدت میشه که شما برای این تولیدات خانگی رو آوردین؟ ما تقریبا 18 سال شد که من کار میکنم. ما 18 سال شد که در بخش ترشی پروسس مواد غذایی من کار میکنم. جواز آیسو را دارم، جواز ادویه را دارم، فعلا در جواز شاروالی کار میکنیم. خب دستاورده که از این تولیدات که در خانه داشتین چه قسمی بوده؟ راضی هستین؟ بله یا چرا راضی نمی؟ اگر راضی نمی بودیم ما قدر پیشرفت نمی کردیم، رشد نمی کردیم. همین تجارت خودش یک مسلک بسیار شفاف و بسیار خوب است. به خاطر از اینکه اگه یک روپیه یک جنس میگیری سرش کار میکنی، پروسس میکنی، در پانمور مفروشی، خودش یک واحد خوب می باشه برادر. خب یک چیز من شما میپرسم، فقط بین ما و خود شما باشه، دیگه کس خبر نمیشه.